اگه بگم تمام چیزهایی که الان در زندگیت داری فقط و فقط بازتاب چیزیه که در درون خودته، ممکنه یکم ابروهات بره تو هم. تو مدت هاست تلاش میکنی که زندگی تو عوض کنی، دنبال موفقیت، خوشبختی و عشق میگردی، ولی انگار همیشه مثل ماهی از دستت سر میخورن. چرا؟ چون واقعیت با کارهای ما شکل نمیگیره. واقعیت با کسی که هستیم شکل میگیره. آینه زندگی خودت تو رو بهت نشون میده. روبرو شدن با واقعیت اولش زیاد خوشایند نیست، ولی مطمئن باش به پیدا کردن راهکار برای تغییرش میارزه. تا وقتی دنیای درونت رو زیر و رو نکنی، هیچی اون بیرون تغییر نمیکنه و اون لوپ باطل بارها و بارها تکرار میشه. امروز درباره راز اصل آینه صحبت میکنیم و وقتی درکش کنید دیگه محال زندگی رو مثل قبل ببینی. قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال هنر جذب رو سابسکرایب کنید. بخش اول، بازتاب دنیای درون. دقت کردی بعضی اتفاقها هی توی زندگی تکرار میشن؟ انگار همیشه یک مدل آدم به زندگیت میاد. همیشه درگیر یک مدل مشکل مالی هستی و همیشه شکست‌های مشابه میخوری. شاید فکر کنی این فقط یه بدشانسیه یا خب زندگی همینه دیگه. باید بگم اصلاً اینطوری نیست. این ناخودآگاه شماست که بدون اینکه بفهمی داره تمام الگوها رو توی واقعیت خلق میکنه. این همون اصل آینه است. اصل آینه میگه دنیای بیرون تو چیزی نیست جز بازتابی از دنیای درونت. اگر بخوای دنیای بیرونی رو تغییر بدی، اول باید خودتو تغییر بدی. این ماجرا فراتر از مثبت اندیشیه. خیلی ساده است. فقط باید نگاهت به خودتو عوض کنی. بذارید یه مثال بزنم. فرض کن میخوای میلیونر بشی. بیشتر مردم فکر میکنن برای پولدار شدن باید بیشتر کار کنن، یه فرصت بهتر پیدا کنن یا راه و روششون رو عوض کنن. اما حقیقت اینه که هیچ کدوم از این راهکارها جواب نمیده مگه اینکه اول یک هویت میلیونر بسازی. اگه ته دلت باور داشته باشی که عرضه پول در آوردن نداری، به اندازه کافی باهوش نیستی یا اینکه ثروت مال تو نیست، آینه واقعیت دقیقاً همینها رو بهت برمیگردونه. اون وقت فرصت‌ها رو از دست میدی، تصمیم‌های مالی غلط میگیری و با شکست‌های پشت سر هم روبرو میشی. نه چون بدشانسی، چون هویت درونیت برای شکست کوک شده. دنیای بیرون همیشه آینه دنیای درونی توه. اکثر آدم‌ها سعی میکنن خود آینه رو دستکاری کنن. شغلشون رو عوض میکنن، یه رابطه جدید شروع میکنن یا یک بیزینس تازه رو امتحان میکنن. تصویر توی آینه یا همون دنیای واقعی ما فقط وقتی عوض میشه که اصل تصویر یعنی دنیای درونی ما عوض بشه. کلید ماجرا اینه: دست از درست کردن دنیای بیرون برداری و تمام تمرکزت رو بذاری روی متحول کردن دنیای درونت. باورهات، هویتت و حال احساسیته که تصویر توی آینه رو میسازه و وقتی این رو درک کنی میبینی که قدرت خلق هر واقعیتی که بخوای توی دستای خودته. بخش دوم، شکل دادن به تصویری که از خودت نمایش میدی. حالا چطوری تصویری که میتابونیم رو تغییر بدیم؟ همه چیز از هویتت شروع میشه. هویت شما سنگ بنای واقعیتتونه. اگر خودت رو آدمی میبینی که دائم در حال جنگیدنه، آدمی که به اندازه کافی خوب نیست یا آدمی که همیشه شکست میخوره، واقعیت هم دقیقاً همین رو بهت نشون میده. بیایید عمیق تر بشیم. فرض کن تو همیشه مشکل مالی داشتی. هدفهای مالیت رو مینوشتی و موفقیتت رو تجسم میکردی. اما اگر ته دلت یعنی همون هویتت هنوز هویت یک آدم بی پوله، واقعیت هم همین باورهای ریشه‌ای رو بازتاب میده و متاسفانه فعلا پولی در کار نیست، چون ناخودآگاهت همیشه تلاش میکنه دنیای بیرون و هویت درونت رو با هم جور در بیاره. خب حالا راه حل چیه؟ اگه بگم فقط باید دست از سر من بیچارت برداری، جواب چیه؟ خوشگل‌تر،
باهوشتر، لاغرتر، مردونه‌تر، خانومانه‌تر، پولدارتر. بیایید دست از سر این من تفلکی برداریم. البته خوبه که بخوایم پیشرفت کنیم، ولی با خطکش بالای سر خودتون وای نستید. باید خودت رو کسی ببینی که همین الان هم موفقه، همین الان هم غرق در نعمته، همین الان هم داره رشد میکنه و با جملات تأکیدی شروع کنید. جملات قدرتمندی در مورد اینکه کی هستی و دنیا رو چطوری میبینی بساز. مثلا من لیاقت ثروت و فراوانی رو دارم، کائنات بهترین اشخاص رو به زندگیم میاره، پول آسون و روون به زندگیم سرازیر میشه. اما فقط توتیوار تکرارشون نکن، باید با تمام وجود باورشون کنی. باور با تکرار و گره خوردن با احساسات ساخته میشه. وقتی صبح توی خونه دلخواهت بیدار بشی چه احساسی داری؟ حس امنیت مالی چطوریه؟ داشتن روابط عمیق و واقعی چه طعمی داره؟ وقتی عمیقاً اینها رو باور کنی و خودت رو واقعاً لایقشون بدونی، آینه زندگی چاره‌ای نداره جز اینکه همون رو بهتون بازتاب بده. بخش سوم، حفظ کردن تصویر درونی وقتی دنیا مقاومت میکنه. بزرگترین چالش اصل آینه فاصله زمانی بین تغییر دنیای درون و دیدن نتیجه در دنیای بیرونه. بین دنیای درون و بیرون همیشه یک تأخیر زمانی هست. تو میتونی در یک آن تصویر جدید توی ذهنت بسازی، اما زمان میبره تا دنیای فیزیکی خودش رو باهات هماهنگ کنه. برای همینه که خیلی ها زود جا میزنن و وقتی میبینن فوراً خبری نشد دوباره برمیگردن به عادتهای قدیمی. این کار مثل کاشتن یه بذره، بهش آب میدی و مراقبشی، اما چند روز یا حتی چند هفته هیچی از خاک بیرون نمیاد. اگر چون زود جوونه نزده آب دادن رو قطع کنی، اون دونه هیچ وقت سبز نمیشه. هویت تو هم همینه. وقتی یک هویت جدید ساختی و شروع کردی به باور کردن من جدیدت، باید بهش وفادار بمونی، حتی وقتی هنوز واقعیت تغییر نکرده، چون آینه واقعیت برای مدتی هویت قبلی تو رو نشون میده. اما اگر تو ثابت قدم بمونی و از بذری که کاشتی مراقبت کنی، آینه بالاخره مجبور میشه تصویر جدیدت رو بازتاب بده و این یعنی همه چیز در دنیای بیرون تغییر میکنه. بیشتر آدم‌ها اینجا کم میارن و وقتی فوراً تغییری نمیبینن میگن اینا همش حرفه و برمیگردن به من قبلیشون. باید انقدر به هویت جدیدت پایبند بمونی تا واقعیت هم تغییر کنه. وقتی نشونه‌های کوچیک از تغییر رو دیدی جشن بگیرشون، براشون شکرگزاری کن تا بیشتر و بیشتر به سمت جذب بشن. بخش چهارم، رها شدن از بازتاب. اینجا میرسیم به مرحله استادی. دیگه نذار تصویر توی آینه یا همون اتفاقات دنیای بیرون حال تو رو تعیین کنه. اگر فقط وقتی که موفق میشی حس خوبی داشته باشی یا با دیدن یک شکست ناامید بشی، تا همیشه بازیچه دست آینه باقی میمونی. باید خودتو از نتیجه رها کنی. تمرکزت روی تغییر درونت باشه، نه اتفاقات بیرونی. وقتی دیگه به چیزهایی که آینه نشون میده واکنش نشون ندی، قدرتت رو پس میگیری. دیگه شرایط کنترلت نمیکنن. این تویی که شرایط رو کنترل میکنی. ترفند اینه، رها بودن. رها بودن به معنی بیخیالی نیست، به معنی اعتماد عمیقه. اعتماد به این که هر آنچه که خواستی در زمان و مکان مناسب بهت میرسه. اعتماد به این که شاید ظاهر بعضی اتفاقها خوشایند نباشن، ولی حتما چیزی به نفع تو داره این کار رو برات انجام میده. این رهایی بهت قدرت میده که تصویر جدید رو حفظ کنی، حتی وقتی واقعیت داره به چالش میکشتت. و درست همینجاست که آینه با سرعت شروع به تغییر میکنه. بخش پنجم، شکستن چرخه معیوب. خیلی از آدم‌ها توی یک چرخه معیوب گیر کردن که نمیذاره از الگوهای قدیمیشون بیرون بیان. این چرخه اینطوریه که به واقعیت الانشون نگاه میکنن، مثلا رابطه یا کار ناموفق دارن
و بعد این مشکلات رو به عنوان بخشی از هویتشون قبول میکنن و بر همین اساس یک تصویر درونی از خودشون میسازن و با خودشون میگن من آدم به درد نخوریم یا من هیچ وقت موفق نمیشم و دنیای بیرونی همون رو بهشون میده و این چرخه در همه ابعاد زندگیشون بارها و بارها تکرار میشه و اونها رو توی همون الگوهای منفی زندانی میکنه. اما قدرت ما در شکستن این چرخه است. راه حل اینه: باید بازی رو برعکس کنی. یعنی قبل از اینکه به دنیای بیرون نگاه کنی، تصویر درونت رو بسازی. قدم اول تصویر درونی رو بساز. به جای تمرکز روی محدودیت‌های امروزت، به آدمی فکر کن که میخوای بشی. اگر میخوای ثروتمند بشی، از خودت بپرس من دارم کی میشم؟ خود آینده من چه شکلیه؟ اون آدم چطوری فکر میکنه؟ چطوری رفتار میکنه؟ قدم دوم، با اون هویت زندگی کن. وقتی خود آینده‌ت رو تعریف کردی، شروع کن مثل اون آدم زندگی کنی. مثل اون آدمی که میخوای باشی فکر کنی، رفتار کنی. استمرار داشته باش و به تصویری که ساختی وفادار بمون. قدم سوم، اجازه بده آینه تصویر جدید رو بازتاب بده. اعتماد کن که بالاخره تصویر جدیدت رو در دنیای فیزیکی میبینی. با دیدن نشانه ها جشن بگیر و ببین که چقدر با قدرت تونستی واقعیت رو تغییر بدی و در نهایت به شجاعتتون برای پیدا کردن راه اساسی برای یک تغییر بزرگ افتخار کنید. برام بنویسید اولین چیزی که میخواید توی هویتتون تغییر بدید چیه؟ منتظر کامنت های پرمهرتون هستم. از اینکه در گسترش دادن این آگاهی همراه من هستین ازتون صمیمانه سپاسگزارم.